الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين، وعلى آله وصحبه ومن معهم إحسان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، أهل توحید، بارك الله فيكم وحياكم الله بياكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 23 از شرح و توضیح و آموزش ارکان ایمان است و ما در این 22 حلقه گذشته و شما خیلی چیزهای زیادی را بیان نمودیم و رکن اولی ارکان ششگانه که آمنت بالله هست به شما شرح و توضیح نمودیم و الحمدلله که شما آموختید که چگونه آمنت بالله باید به وجود آورده شود و از حقیقت این کلمه آمنت بالله با خبر شدید. حالا باشد در این حلقه باذن الله سبحانه و تعالی شروع میکنیم با بیان و توضیحات و آموزش رکن دومی ارکان ایمان که آمنت بالله و ملائکته، ایمان آوردن به ملائکه است. الایمان بالملائکه، ایمان آوردن به ملائکه ها است. هر کسی که ایمان به ملائکه می آورد باید بداند که معنای ملائکه چی است و خیلی در باب آمنت بالله بیان کردیم. شریعت اجازت داده است که هر یک کلمه که در قرآن و سنت آمده است این را ترجمه، تفسیر و توضیح و بیان کردنش برای غیر عرب عجم در اول امر درست است. ترجمه کردن برای فهمانیدن درست است، اما بعد از این که فهمید دیگر بجای این کلمه دیگر کلمه را استفاده نمیبرد. بمانند اولین و بزرگترین اینها نامهای الله یا صفتهای الله و بزرگترین این نام الله عز و جل لفظ الجلال الله. افسوس که در تاجیکستان ترجمه شد و ترجمه جای اصل را گرفت و این غلط است که ما این رو در حلقه های گذشته بیان کردیم. حالا شروع میکنیم به معنی داد ملائکه لغتا و اصطلاحا چی معنی دارد. از نظر لغت عربی ملائکه چی معنی دارد و از نظر شریعت چی معنی دارد. از نظر شریعت چی میفهمیم وقتی که ملائکه گفته میشه؟ ملائکه، الملائکه فی اللغه، ملائکه در لغت جمع هست. میگه همین کلمه الملائکه کلمه جمع هست، اسمی جمع. بارک الله فیکم. جمعی ملک، جمعی ملک است. البته اصلی ملک ملک بود، حرکت حمزه انتقال یافت به ساکن پیش از که خودش کی بود و بعد از این تخفیفا حذف شد و بعد از این ملک شد. ملک بود لیکن ملک شد. در اصل ملک، لیکن من باب سبک شدنش، من باب سبک گفتن شد ملک. ملائکه این چی است؟ جمع هست و ملک یا که ملک گفتیم صحیحش درستش که ملک به ملک شد ملک است. انا همین ملک، ملائکه، ملک، ملائکه از کدام کلمه مشتق شده است؟ ریشهش چیست؟ الالوکه میگن. الوکه، ملائکه گرفته شده است از کلمه الالوکه.
الالوکه. معنای الوکه چی است؟ رسالت است. رسالت. بالاخره ملک این یک ملائکه رو یک نفرش رو ملک گفته میشد. به زبان تاجیکی این رو چی میگن؟ فرشته میگن. یک فرشته رو ملک میگن. ملک معناش چی بوده است؟ الوکه. بگه ملک از کجا گرفته شده است؟ از الوکه، از کلمه الوکه. الوکه معناش رسالت است. رسالت. پس جمع کلمه ملک، ملک مفرد است لیکن جمعش چیست؟ ملائکه یا که ملائک، ملائکتون یا که ملائکه، هر دوشم درست است. بارک الله فیکم. این اصلی پیدایش ملائکه مفرد و جمعش بود و معنای اصلش که رسالت است. پس ملک در لغت کسی هست که علما میگن بردارنده و رساننده رساله رو، کسی که رساله رو به دستش دارد، کسی که رساله میگیرد، حامل الرساله رو، انامین رو ملک میگن. ملک یعنی یک فرشته، یک فرشته رو ملک میگن. ملائکه، ملائکه کسی که رسالت دار، کسی که در دستش رسالت است. علما میگن حامل الالوکه و هی الرساله. ملک حامل الوکه است که این رسالت است. خیلی که ما در شریعت هم میبینیم که ملائکه ها در شریعت اینو که هستند؟ رسول الله سبحانه و تعالی، رسول های الله است. رسول ها کسانی که رساننده رسالت الله سبحانه و تعالی است. و این چون انجام دهنده امرهای الله هستند. الله سبحانه و تعالی در سوره فطرت اول میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. در اینجا الله چی گفت؟ جاعل الملائكة رسلا. حمد و ستایش الله که آسمان زمین را خلق کرد. جاعل الملائكة رسلا، ملائکه ها را رسول قرار داد. ببینید این من باب معنای لغوی است، اما حالا میگذاریم به معنای اصطلاحی. از نظر شریعت وقتی که به معنای ملائکه نظر میکنیم، ملائکه گفته چی را میفهمیم؟ از نظر لغت ملائکه بردارنده های رسالت بودند، اما از نظر اصطلاح چی؟ علما میگن مخلوقات نورانیه، عاقله، متکلمه، مریده. ملائکه ها این مخلوقات الله هستند، یعنی کسانی هستند که الله اینها را خلق کرده است. برای همین مخلوق گفته شد. مخلوق چی؟ خلق شده به وزن مفعول. ملائکه ها مخلوقات الله هستند، نورانی هستند. برای چی؟ از نور خلق شده است. خلقت الملائکه من نور. ملائکه ها از نور خلق شده است. خیلی که در حدیث مادر من عایشه رضی الله عنها در حدیث صحیح مسلم آمده است. پس عاقله، بله عقل دارند، بی عقل نیستند، عقل دارند. متکلمه، سخن میکنند. ملائکه سخن میکنند. اعطیت قدرة على التشکل بصور حسنه. الله به این ملائکه ها البته به عددهای معینشون قدرت داده است که تشکیل مییابند به صورت نیکو. ملائکه میتونن که صورت خودشون رو تغییر بدن. حتی ما دلیل داریم که جبرائیل علیه السلام به دحیه کلبی رضی الله عنه خودشون مانند کردن.
در یک روایت به یک مرد غریب. در اول همین حلقه گفتیم حدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه که به حدیث جبریل معروف است. یک مرد از سفر آمد، یک مرد آمد لباس سفید دارد، موی سیاه دارد، به آداب و اخلاق به نزد رسول الله نشست، زانیش رو به زانی پیامبر چسبانید، دو زانی نشست، دستش رو به بالای فخذ پایش موند، به سانی پایش موند. این کی بود؟ این آدم ناشناس جبرئیل علیه السلام بود. در کجا زندگی میکنن ملائکه ها؟ فی السماوات، در آسمان های بالا. ملائکه ها نفس ندارند، مخلوقات الله هستند که همیشه در اطاعت الله هستند. ما یعصون الله، هرگز به امر الله سرکشی نمی کنند. بندگانی هستند که الله همیشه عبادت و اطاعت میکنند. این ملائکه ها است که رکن دومی ارکان ششگانه ایمان است. حتما باید ایمان بیاوری. کسی که به الله ایمان آورد، به ملائکه ایمان آورد، پس این کافر شده است به الله. خیلی که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگن تلازم ملازمت بین این ارکان ششگانه وجود دارد. این ناممکن است که تو به الله ایمان بیاوری لیکن به ملائکه ایمان نبیاوری. ایمان آوردن به ملائکه مثل ایمان آوردن به الله هست. نشود که بگویی که من به الله ایمان دارم لیکن به ملائکه نه این چنین نیست. پس تو به الله ایمان نداری. چگونه که بعضی از جهلا به نام مسلمان همچنین میگن من به الله ایمان دارم، میگن لیکن به ملائکه ایمان نمیدارم، ایمان نآوردن. اینها کفار هستند. ایمان آوردن به الله بدون ارکان 5 دیگرش که باقی مانده هست، ملائکته، کتبه، رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره، قبول نمیشه. ایمان به الله آوردی، به 5 رکن باید ایمان بیاری. و دومین ارکان از ارکان ششگانه ایمان همین ملائکه است. پس ملائکه ها کیا هستند؟ ملائکه ها همونها رسولان الله سبحانه و تعالی هستند که امر الله را تنفیذ میکنند. تنفیذ یعنی تطبیق، اجرا میکنند، به وجود می آورند، به جا می آورند. الله به اونها وحی میکرد، اونها امر الله در ملکوت آسمان ها و زمین تطبیق میکنند، تنفیذ میکنند، به جا می آورند. تنفیذ یعنی به جا آوردن. و این چنین ملائکه ها سفیران الله هستند که الله آنها را به سوی پیامبران میفرستاند، به سوی رسولانش میفرستاند از بشر. پیامبران بشر هستند، ملائکه ها غیر بشر هستند. پیامبران از جمله انسان ها هستند، از جمله بشر هستند. بشر، پیامبر، انسان ها از خاک آفریده شدند، از تراب. اما ملائکه ها از نور آفریده شدند. پس وظیفه این مخلوقاتی که عقل دارد، اطاعت الله هم میکند و البته که زیبا هست، تغییر خودش داده میتواند و این چون خیلی قوی هست، در آسمان ها زندگی میکند و از نور خلق شده و نورانی هست، اینها رسولان الله هستند که به جا میارند امر الله و این چونین سفیرهای الله به سوی انبیایی که در زمین هستند میباشند. تبلیغ وحی، الله وحی میکند، رسول به پیامبر میارد. و این رسول کی است؟ معروف است که جبرئیل علیه السلام است. به همه پیامبران جبرئیل وحی را آورده. شاید سوال بکنید که آیا ملائکه ها به هر یک پیامبر یک ملائکه دیگری بود؟ نه، به همه پیامبران جبرئیل بودند. برای چی؟ برای که جبرئیل از اول بزرگترین ملائکه ها بودند. بزرگترین ملائکه ها جبرئیل است علیه السلام. و بعضی ها عقیده دارد که اول شیطان عزازیل سردار و رئیسی همه ملائکه ها بود و بعد از این جبرئیل شدن. نه، این غلط است، این باطل است این اعتقاد. بلکه شیطان این از جمله جن بود. شیطانی که امروز ما میگیم نامش عزازیل در زمین زندگی میکرد در اول،
اما اینقدر جهاد کرد، اینقدر عبادت کرد، اینقدر آدمی بگم انسانی، البته با مدرخ میگم نه آدم نه انسان، بلکه اینقدر جن صالح مؤمن بود که درجهش اینقدر بالا شد که الله به بالا بود. البته خلاف این هم قول دیگر است، لیکن همین قول رو علما راجع هم گفتن. و انا همین شیطان فقط به درجه رسید که آسمان اول، نه دوم و سوم و چهارم و پنجم و هفتم، نه، فقط به درجه اول، آسمان اول رسید. ما گفتیم در بالای ما 7 آسمان است، هر آسمان چی است؟ به خودش در زیرش یک زمین دارد. آسمان یکمی که ما میبینیم زمینش یکم زمین من شما هستیم. آسمان دوم زمینش یکم زمین دارد، یعنی در بالای آسمان ما زمین است، در بالای این آسمان است. انا همچنین شیطان فقط در زمین یکم که اگر ما باشیم، در زمین دوم که آسمان است و جنت است، در همونجا بود. و قول هم هست که ریاست و بزرگیش الله به او درجه و مقام داده بود به شیطان در آسمان یکم، یعنی در سرزمین جنت یکم، در آسمان یکم، نه دوم و سوم و چهارم. نه این که شیطان از همه بزرگترین ملائکه شد، نه، این غلط است. هرگز شیطان به درجه ملائکه نرسید، زیرا که شیطان معلوم است که از جنها بود و از اونها فرق داشت، اما کفر ورزید. و عقیده کفری هم بعضی از عقیده ها هست که گویا که شیطان از لوح المحفوظ با خبر شد، همه علمی که الله داشت یا الله دارد، الله علمش را به شیطان داد و علم شیطان همچنین بزرگ است. همه علم لوح المحفوظ در نزد شیطان است. گفتن این کفر است، این کفر است، زیرا که لوح المحفوظ این علم الله است، در زیر مشیت الله است که بجز الله کسی نمیداند و کسی با خبر نیست و فقط این را به وحی. اگر ملائکه ها فهمند هم بعد از این که الله خبر میدهد، بعد از این میفهمند، پیش از این هیچ کسی خبر ندارد. نه شیطان از همه بزرگترین ملائکه ها که درجهشون بلندتر و بلندتر از همه هست و هیچ کسی به این درجه نرسیده است از ملائکه و جن، این کس جبرئیل علیه السلام خبر ندارد از لوح المحفوظ. وقتی که الله وحی میفرستد به جبرئیل، همه ملائکه ها بیهوش میشوند از ترس الله. خیلی که آیت قرآن به این دلالت میکند. جبرئیل یگانه کسی که وحی الله را میشنوند و از نزد الله باز میگردند به نزد ملائکه ها. ملائکه ها بعد از این که به خودشون میگن که ماذا قال ربکم، الله چی گفت، بعد خبر میشه. پس ملائکه ها انا همین مخلوقات الله که امرهای الله را بجا میارند، تنفیذ یعنی بجا میارند و این چنین به سوی انبیای الله در زمین، به سوی بشر، اینها یعنی کتاب الله را، سخن الله را میآورند، یا به سوی که به سوی پیامبران میآیند، وحی الله را میرسانند. در سوره حج آیت 75 الله سبحانه و تعالی میگه الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس. الله برمیگوزد، یعنی برگزیده است. یصطفی، الله انتخاب میکند از ملائکه ها رسولان را و این چنین از انسان ها رسولان را. الله کسی را از ملائکه خواهد رسول به سوی پیامبران و کسانی را از انسان ها خواهد اینها را انتخاب کرده بود. 102 در روایت ضعیف آمده است. بعد از علما سندش بعد از تحقیق حسن لغیری هم گفتند که عدد پیامبران را نقل میکرد. 124,000 پیامبران، از درونش 315 یا 315 نفر رسول و از درونش 5 نفر اولو العزم. البته روایت اولو العزم و رسول ثابت است میگن، فقط 124,000 را ضعیف میگن. دلیل بر این که ملائکه ها مخلوقات نورانی هستند به شما گفتیم، اون چیزی که ثابت است در روایت امام مسلم با رقم 2996 خلقت الملائکه من نور. پیامبر میگن خلقت الجن من نار، جن ها از آتش خلق شد، انسان ها منها خلقناکم. الله گفت از
تراب از خاک خلق شد. البته خاک رو الله سبحانه و تعالی طین بعد از اینکه کمی بطلاق بویگین شد بعد از این انسان خلق شد و اما ملائکه از نور خلق شد. ما باید ایمان بیاوریم بگیم که اقرار کردم تصدیق کردم که همچنین مخلوقات الله وجود دارد که الله اونها را از نور خلق کرده که عقل دارند قدرت دارند که تغییر بیابند نفس دارند. اینها رسولان الله برای تنفیذ و بجا آوردن امر الله و برای رسانیدن حکم الله و اینها کسانی هستند که از نور خلق شدند. انا ما به این ایمان باید بیاریم. اما کسی در همین بالای ملائکه ها شک کرد انمی چیزهایی بوده را قبول کرده نتوانست یا که 50-50 قبول کرد، یعنی در قلب شک دارد، علم دارد در باب ملائکه ها اما یقین ندارد که شک نابود بکند. البته که این ایمان نیست. تو باید در باره ملائکه ها علم داشته باشی، خبرهای الله بفهمی و بعد از این یقین داشته باشی و صادق باشی و اینها را دوست بداری. بارک الله فیکم. و این چنین دلیل بر اینکه شکل‌های اینها چی می شود؟ با شکل‌های زیبا اینها تشکیل می یابند، یعنی صورتشون به شکل‌های زیبا مشکل میکنند، تغییر میدن. خیلی که در قرآن ثابت است که به نزد ابراهیم علیه السلام ملائکه ها چگونه آمدند؟ به صورت یک مهمان ها، به صورت یک انسان های زیبا، مهمانی یعنی کرام میگن، با احترام و به قدر و به قیمت. خیلی که در سوره زاریات آیه 24 آمده است که الله میگه هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، آیا به تو سخن حدیث از مهمان ابراهیم که مکرمین بودند، اهل کرم بودند، به تو خبر بدیم؟ یعنی تو میدونی همونا ملائکه بودند به نزد ابراهیم علیه السلام آمدند به صورت چی؟ انسان، مهمانی اهل فضل و کرم. و این چنین ملائکه ها به نزد لوط علیه السلام رسیدند در زمان ابراهیم علیه السلام. لوط هم در زمان ابراهیم علیه السلام زندگی میکرد. خیلی که ابن کثیر رحمه الله در تفسیرش میگن به نزد لوط علیه السلام به نمودی به صورت شابی که مردن میگن حسان او حسان. در تفسیر قول سبحانه و تعالی در سوره حجرات 61 میگن که فلما جاء آل لوط المرسلون، زمانی که آمدند به نزد آل لوط، به نزد لوط علیه السلام، مرسلون، فرستاده های الله سبحانه و تعالی. ابن کثیر در مجله دوم صفحه 54 میگن يخبر سبحانه وتعالى عن لوط لما جاءته الملائكة في صورة شاب حسان الوجوه او حسان الوجوه. یعنی الله سبحانه و تعالی در این وقت به ما خبر میدهد که گفتند ملائکه هایی که، یعنی از آمدن ملائکه هایی که شکل و صورت های زیبا داشتند، جوان های حسنی زیبا داشته، روی های زیبا داشته. یعنی به نزد لوط علیه السلام، پیامبر لوط علیه السلام که قومشون به لیواطه مشغول بودند، هم جنسگرا بودند، الله اونها را به غضبش گرفت، زمین برداشت و به زمین زد و جای این منطقه رو به حتی بعضی از قول علما است که میگن بحر المیت در همون بالای همین قوم است و قسمی از این هم البته در بیرون مونده بود که بعضی ها این مرده های اونها رو پیدا کردن که سوخته و همه شخ شده. بالاخره وقتی که ملائکه ها به نزد لوط علیه السلام آمدن به صورت یک جوان خوش صورت آمد، جوان زیبا، جوان های زیبا. و این چنین جبرائیل علیه السلام به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم به صورت دحیه کلبی آمده است. خیلی که بیان کردیم، خیلی که احمد ابن حنبل در مسندش مجله دوم صفحه 105 و این حدیث احمد شاکر رحمه الله صحیح میداند با رقم 5857 و شاهدهای زیاد دارد.
و مسلم امام مسلم هم یک قسم از این حدیث با رقم 167 روایت کرده و ابن سعد هم و همه علمای محدثین صحیح میدونن که دحیه بگیم جبرائیل علیه السلام به نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم به صورت دحیه کلبی آمده است و این چنین به صورت بعضی از دیگر از صحابگان شده و این چنین به صورت یک مردی که کمی پیشتر گفتیم حدیثی که در اولین حلقه گفتیم حدیثی که حدیث جبرائیل است و متفق علیه است از عمر رضی الله عنه روایت است متفق علیه امام بخاری و مسلم روایت کردند یک مردی که خیلی هم مویهای سرش سخت سیاه بود لباسش سخت سفید بود از او اثری سفر دیده نمیشد لا یرا علیه اثر السفر ولا يعرف الصحابه احد یگان نفر از صحابه اینو نشناخت امام بخاری با رقم 50 از ابو هریره رضی الله عنه و امام مسلم با رقم 8 از عمر رضی الله عنه یعنی این حدیث هم از ابو هریره در روایت امام بخاری و هم از عمر رضی الله عنه در روایت امام مسلم روایت شده است بارک الله فیکم این هستند صحابگان که دلیل ها رو ما آوردیم که به صورت های گوناگون میآیند و این دلیل ها رو برای چه آوردیم ما باید ایمان بیاوریم اقرار کنیم تصدیق نماییم که ملائکه ها شکل های خود را به اذن الله عوض میکنند یعنی الله به ملائکه ها همچنین قدرت را داده است بارک الله فیکم البته حالا یک نکته مهم رو باید بدانیم که اینجا موضوع همین است که خصوصیت های ملائکه ها آیا به خودشون خصوصیت دارن؟ بله ملائکه ها به خودشون ملائکه علیهم السلام به خودشون خصوصیت های دارند که از جن و از انس و از دیگر همه مخلوقاتی که در روی این زمین است یا غیر از این در غیر این روی زمین در دیگر زمین ها هست به همین خصوصیت ها ملائکه ها را از دیگر مخلوقات الله جدا میکنه یکم خصوصیت ملائکه چیست؟ جای زندگی اینها مسکن اینها آسمان است نه زمین و اینها فقط به زمین نازل می شوند پایان می شوند به زمین می آیند پایان می شوند به سوی زمین برای به جا آوردن امر الله در شب قدر در روز عرفه در وقتی در جنین پیدا شدن کودکی که به بگویم 120 روزگی رسید 4 ماهه شد و این چنین برای رزق برای گرفتن روح و برای دیگر عملهای دیگری که الله سبحانه و تعالی برای اونها امر کرده است وقتی که پیامبران بودند برای رساله به سوی پیامبران به نصرت اونها چخیلی که در جنگ بدر ملائکه و همراهی پیامبر صلی الله علیه و صحابگان می جنگید و این چنین در جنگ خندق ثابت است الله سبحانه و تعالی در سوره انبیاء 19 میگه که ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ومن عنده و کسانی که در نزد او یعنی الله هستند هرگز از عبادت الله کبر نمیکنند کبر ندارند اما در صفت بنده ها الله گفته است که البته در صفت مشرکین گفته است که و اذا قیل لهم لا اله الا الله و هم یستكبرون اذا هم یستكبرون یعنی وقتی که به اونها لا اله الا الله گفته شود کبر میکنند این صفتی که از مشرکین است انسان است اما ملائکه ها کبر در اطاعت الله ندارند هر امری که الله کرد سمعنا و اطعنا قبول کردیم و اطاعت میکنیم یکمین فرق ملائکه ها تمیز اونها خصوصیت اونها از انسان ها و از جن ها همین است زیرا که انسان ها و جن ها و دیگر مخلوقاتی که هستند در بین زمین و آسمان اینها در زمین زندگی میکنند و معلوم است که جن هم از این آسمان بالا شده نمیتواند برای اونها چی است آیت قرآن دلالت میکرد که رجوم للشیاطین انمی ستاره ها را الله سبحانه و تعالی رجوم زننده برای شیطان آفریده است صفت خاصی بگیم یک خصوصیت دومی این ملائکه ها علیهم السلام این است که
ملائکه ها را به زن وصف کردن درست نیست. لا یوصفون بالانوثیه، بگویم ملائکه ها را وصف زنانه کرده نمیشد، ملائکه ها را زن گفته نمیشد. و انمین خصوصیت اینچنین خیلی ضرور است فهمیدنش که عقیده باطل در بین مردم مسلمان تاجیک به واسطه ساحرها پنج شده است که ملائکه را پری میگویند و این البته کلمه ساحرها است و گویا ملائکه زن باشد. میگن من یک پری دارم، پری من زیبا است، این است آن است. ملائکه میگن بعد از این پری رو. و البته این عقیده بار دیگر میگم ساحرها است، ملائکه زن نیست و ملائکه را وصف زنانه کرده نمیشود، اینها را نگفته نمیشود اینها زن هستند. و الله سبحانه و تعالی دروغ شماریده است، رد کرده است مشرکینی که ملائکه ها را وصف زن گفتند، وصف کردن به زن. الله سبحانه و تعالی در سوره نجم آیه 27 میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمیة الانثى. ببینید آنهایی که ایمان ندارند به آخرت، ان الذين لا يؤمنون بالآخرة چی؟ لا يسمون الملائكة تسمیة الانثى، ملائکه ها را نامگذاری میکنند، نامگذاری زنانه. یعنی کسانی که به روز آخرت ایمان ندارند این وصف را میکنند، این نامگذاری را در حق ملائکه ها میکنند که گویا آنها زن هستند. خیلی در این باب هم احتیاج باشید و بگویید که آمنت بالله و ملائکته و ملائکه های الله به وصف زنانه وصف کرده نمی شود و اینها را زن گفته نمی شود. و اما سوال اینجاست که آیا مرد وصف مرد اونها را گفته می شود؟ در این مسئله علما اختلاف کردند، زیرا گفتند اصلا ملائکه ها نه مرد هستند و نه زن هستند. یکی قسم از بارک الله فیکم علما گفتند که وقتی که الله یعنی همین گمان یا که بگیم همین کفری مشرکین را دروغ شمارید و اونها را دروغگویندگان گفت که اونها ملائکه ها را زن وصف میکردند، رد کرد، زن وصف کردن را رد کرد، اما نگفت که مرد هم نیستند، نگفت، بلکه گفت که اینها کسانی که به روز آخرت ایمان ندارند، یعنی ان الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمیة الانثى، کسانی که به روز آخرت ایمان ندارند انا اینها هستند که ملائکه ها را نامگذاری زن میکنند، زن میگویند. در اینجا گفتند صفت یا وصف مرد را انکار نکرد، برای همین اگر مرد گوید هم جایز است. اما خیلی که معلوم است الله ملائکه گفت و وصف زن را از اونها دور کرد. تو هم ملائکه بگو و دان که اینها زن نیستند. انا اینقدر مکلف هستیم، مکلفیتی ما ایمان آوردن ما انا همین است که ما میگیم ملائکه ها ایمان آوردیم به همه وصفهایشان، نامهایشان، وظیفه هایشان و اینچنین ایمان آوردیم که اینها زن نیستند برای اون که الله گفت. اما مکلف نیستیم که مرد بودن اینها را اثبات کنیم، کسی مرد نگوید این است و آن است. نه، ما انمی قدر مکلف از جانب الله هستیم. بگو که ملائکه یک مخلوقات الله است، از نور است، در آسمان زندگی میکند و شکلهاش تغییر داده میتواند، شکلهای نیکویی و این چنین. اینها زن نیستند. کسی که وصف زن را به ملائکه میدهد اینها به روز آخرت ایمان ندارند. و خصوصیت سوم ملائکه این است که آنها الله را همیشه اطاعت میکنند و هرگز سرکشی در یگان امر، در یگان فرموده الله نمیکنند و هرگز از ملائکه ها گناه صادر نمی شود، بخلاف انسان ها و بخلاف جن ها. زیرا که جن ها و انسان ها
به خاطر ابتلا، به خاطر سنجش آفریده شدند. الله زمین رو خلق کرد. پیش از جن ها کی رو خلق کرد؟ والله اعلم. بعضی ها اسرائیلیات رو در تفسیرها ذکر میکنه، لیکن آن چیزی که به ما واضح هست جن ها رو برای چی الله خلق کرد؟ الله میگه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هم جن و هم انس به خاطر عبادت خلق شده است. هم جن و هم انس نفس دارد و کمبودی ها دارد و در زمین زندگی میکنند، اما ملائکه ها نفس ندارند و الله را سرکشی نمی کنند. از اونها ذنب گناه صادر نمی شود. الله سبحانه و تعالی در سوره تحریم آیه 6 میگه لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. هرگز سرکشی نمی کنند الله را از آن چیزی که اونها را امر کرد. یعنی هر امری که الله کرد به جا می آورند و سرکشی از امر الله هرگز نمی کنند. و یفعلون و انجام میدهند ما یؤمرون، هر چی که به اونها امر شد، هر چی که الله به اونها امر کرد انجام میدهند. هرگز سرکشی از امر الله نمیکنند. اما امروز ببینید انسان ها چی، جن ها چی؟ الله المستعان. چهارمین خصوصیت ملائکه ها چی است؟ بردوام در اطاعت الله هستند. همیشه در عبادت الله هستند. همیشه بردوام در عبادت الله هستند. الله سبحانه و تعالی میگه در سوره انبیاء 19 و 20 وله من فی السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. پس ببینید هر آن چیزی که در آسمان هاست و در زمین است از آن الله است و اونهایی که در نزد الله هستند یعنی ملائکه ها هرگز کبر به عبادت الله نمی کنند. شب و روز الله را به پاکی یاد می کنند. یسبحون الله را به پاکی یاد می کنند. لیل و نهار، شب و روز، یعنی شب و روز 24 ساعت همیشه در ذکر هستند. لا یفترون یعنی از این عبادت هرگز بیرون نمیشوند، عبادت الله ترک نمیکنند. در سوره فصلت آیه 38 الله میگه یسبحون له باللیل والنهار و هم لا یسأمون. شب و روز الله سبحانه و تعالی را به پاکی یاد میکنند، ذکر. یعنی این است صفت های خاص یا که خصوصیت های ملائکه که نه در جن نه در انس و دیگر مخلوقات دیده نمی شود و این مخلوقات وجود دارد، حقیقی نه ذهنی. ما میگوییم آمنتو بالملائکه، آمنتو بملائکته، ایمان آوردیم به ملائکه های الله سبحانه و تعالی، به این مخلوقین. با همین درجه حلقه اول رو به پایان میرسونیم و در حلقه آینده ان شاء الله به تفصیلات در باب آمنتو بالملائکه میپردازیم. و امروز یک معلومات عمومی گرفتید، معنای ملائکه لغتا و اصطلاحا و البته که از چی خلق شدنشون و خصوصیت اونها و در آینده صفتهای اونها، احادیث، حرکت و بسیار چیزهایی که در باب ملائکه است در حلقه آینده به شما ذکر میکنم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.